سلام دوستای عزیزم، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین. اینم از طرز تهیه یه لازانیای خونگی خوشمزه برای شما. بعد از اینکه مواد گوشتی رو آماده کردین که دستور پختش رو توی کپشن براتون قرار دادم و سس بشامل، یه لایه از سس بشامل رو داخل کف ظرف میذاریم و یه لایه لازانیا، از لازانیای فوری من البته استفاده کردم، و یه لایه مواد گوشتی و یه لایه پنیر پیتزا قرار میدیم و لایه بعدی دوباره خمیر لازانیا، ورقه های لازانیا و سس بشامل رو قرار میدیم تا مواد به سس بشامل واسه اینه که ورقه ها خوب به هم دیگه منسجم بشن و در نهایت هم بعد از اینکه حدوداً 3 لایه این کار رو انجام دادیم، در نهایت روی ورقه های لازانیا رو با پنیر پیتزا و مقداری سس بشامل، اول سس بشامل و پنیر پیتزا کامل میپوشونیم و در فری که از قبل 1 رو 20 دقیقه قبل آماده کردیم تو دمای 180 درجه اول از زیر، حرارت زیر حدود 10 رو 20 دقیقه قرار میدیم و 5 دقیقه 10 دقیقه هم رو دمای حرارت بالای فر قرار میدیم تا کامل برشته بشه روی لازانیا. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرین. لایک و کامنت یادتون نره. همه چی آروم 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 رقم خورد، اقلمو از سرم برد. همه چی توی لحظه 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 دیوونگی محضه. همه چی آروم 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 رقم خورد، این اقلمو از سرم برد. همه چی با یه خنده خنده خنده، جونم جونش بنده. بگوشی مثل من با تو میکنه، سر تو دعوا میکنه، با هر جا بری پشتت میاد با سط رو با میکنه. با یه دست پس میزنی خوب، چرا بد پیش میکشی؟ حواست نیستش داری شهر رو به آتیش میکشی. کی مثل من با تو میکنه، سر تو دعوا میکنه، هر جا بری پشتت میاد با سط رو با میکنه. با یه دست پس میزنی خب چرا بد پیش میکشی؟ حواست نیستش داری شهر رو به آتیش میکشی.